درود و سلام بینندگان ارجمند یوتیوب کانال روزنامه جمهوریت و هموطنان گرانقدر. امروز ما در استودیوی خود یک مهمان بسیار عزیز داریم. مادری بسیار مهربان پیش است، یک انسان بسیار خاکسار و وطن دوست و اینچنین خادم جمعیتی و دولتی گلدسته آرونبیکو آمدند از خود بدخشان از بام جهان مهمان دوشنبه هستند. خوش آمدید به دوشنبه. و اولین سوال این است که البته ما میدانیم که شما همچون خادم جمعیتی و دولتی در وظیفه گوناگون تا مسند معاون رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان ایفای وظیفه کرده هستید، اما من میخواستم صحبت از پسرتان از خانوادتان آغاز کنیم که پسرتان عالم نظر یادش بخیر که برای وطن جان فدایی کرد، مثلا میگفتید که چه تاریخ تولد داشت، در کدام فصل تولد شد و کودکی های وی را چگونه پیش نظر میبرید؟ هرچند برای شما این سوال واجبین است، من خواهش میکنم که برای آن که برای دیگر یک نمونه باشد خواهش میکنم از روزگار کودکی و نورسی پسرتان صحبت کنید. تشکر زیاد. عنوان کودکی فرزند مهربانم در محله فرودگاه وی به دنیا آمد. وی فرزند سیوم ما به حساب می رود و سال 1985 ماه اکتبر سال 1985 به دنیای هستی چشم گشود. و برای عائله ما همین روز تاریخی بود. روز به دنیای هستی آمدن عالم نظر برای تمام اولاد ما تاریخی بود که چون که این فرزند سیوم ما یگانه پسر به دنیای هستی یعنی چشم گشود و خیلی که ما در خانواده‌مان مناسبت های نیک انسانی داشتیم، فرزندان ما نیز از پی تمام امی خصلت های نیک ما یعنی رفته ایستادند و از سن خردی عالم جان خیلی یک کودک تازه بود، همین افلاسی را دوست نمی داشت و چیزی که از او بود او نمی خواست به یگان کس دیگر دادن و چیز کس دیگر را نیز از دستش گرفتن نمی خواست. همین خیلی مناسبت نیک داشت و اما وقت اما کتاب در دستش بود، دانش بلند از همین فن تاریخ و دانش بلند داشتند. اندیشه معنوی خانوادگی همون همین بود که پدر بزرگوارمون همه وقت ما رو تجربه داد که شما باید در همین دنیای هستی دست پاک داشته باشید. برای ننگ و ناموس را به دست آوردن گفت یک چیز است، دست پاک و نیت نیک، پندار نیک. و یک شعار خانوادگی ما همین بود که ما رو دائم تلقین دادن که شما هیچگاه منفعت شخصی را از منفعت دولتی بالا نبردارید، چون که من هم خود یک کارمند عادی هستم و کشاورز بود، عادی هستم، لیکن من نان و نمک دولت را خورده ایستادم و هر یک شما را با امین مبلغ کم دولتی خود توانستم به تمام مکتب های عالی یعنی داخل نمودم. در مکتب پسرتان مثلا شما تا جایی که آگاه هستیم شما در همون مکتبی که پسرتان میخوان آموزگار بودید، درست؟ و از دیگه شاگردا شما در برابر اینکه آموزگار هستید باز خوی و خصلت خوانندگان که خوب میدونید با چی فرق میکرد مثلا پسرتان از دیگران؟ باعث خرسندی است که در همون مؤسسه‌ای که من باعث آموزگار یعنی تعیین گردیدم برای فرزندم هم رهبر صنف بودم و هم معلمه درس دهنده. برای همین من به هر یک قدم و نگاه فرزندم دقت جدی دادم. او از همین خردی اگر من نهادهای نیکش را نگاه کنم او نسبت همه چیز موافق بود. یگان حتی در وقت از عهده یگان مسئله نبر آمدن امون رفیقانش و وقت دستیار آنها بود، یعنی وی امون ردیفان سبقانش را اما وقت اعتراف میکرد
اونا رو دوست می داشت و در مشکلاتش با اونا اما وقت یاردم میکرد و دانش بلند متماتیکی داشتند. وای حاضر من گفتید در آغاز صحبت که عالم نظر یگانه پسر بود، دیگر فرزنداتون دخترند. میخیر مثلا اینجا سوال حتما برای بیننده های ما هم پیدا می شود که چرا شما یک پسر داشتید میتونستید در دیگه سخنرانید یا میتونستید یگان کسب کار دیگه یاد گیرید، درست، اما چرا محض شما یگانه پسرتون به ساحه نظامی مثلا برای خواندن و تحصیل فرستادید و زندگی و با ساحه نظامی پیوست؟ این چی راز دارد؟ این چون که ما در خانواده‌مون هممون این سطح مقامات کار کردگی همین در سطح مقامات هم اولاد پدرش و هم اولاد مادرشون در سطح دولتی کار کردگی و نان و نمک دولت را خوردیم. ما از همین سرعت دولتی بیرون نبرآمدیم و اون ایس میهم پرستی و وطن پرستی من بود که من او رو توانستم به همین مکتب یعنی داخل کنم. و خودشم اگر با سیمای بیرونی ویم نگاه میکردم او یک نظامی بهترین زیبایی بود حقیقتا و من ضرور شماریدم که وی باید برای حمایت وطن گرچندی که وی فرزند یگانه است من تقدیر فرزندم رو نیز درست درک کردم و یک چیز وقتی که وی مکتب میانه رو با آخر رساند تحصیلاتش با آخر رسانید و علاقه اجرتا رو به امین دانشگاه سپاریدن، یک چیز وی گفتیم که پسر جان این امنیت این یک مکتبی است که در اینجا عقب به نگاه کردن ممکن نیست. این اما وقت در اینجا باید ایستادگری کنی، ننگ و ناموس داشته باشی و امروز من از آن افتخار میکنم که او تمام امین گپ‌های مادرش را یعنی صمیمانه قبول کرد و احترامانه نگاه کرد و مردانه اجرا کرد. وقتی که به مکتب فرستادید و به مکتب امنیت فرستادید و اونجا ختم کرد و از پی کار شد، یعنی که از پی کار اجرای وظیفه رسالت خودش و این واقعه مثلا رخ داد در سرنوشتش بود است مثلا و در حمایه سرحدی تاجیکستان جان باخت، آیا همین گونه حالت بود ببخشید البته که پدرش یا یگان خویشاونداتون گفته باشد که چی میشد که تو آموزگارش بودی، تو راهبر صنفش بودی، چی میشد که او رو مثلا به همین ساحه نمیفرستادی، تو حتی شاید شما را مثلا گاگا گناهکار کرد. همین گونه حالتای هم بودن که شما را گناهکار کنند که اگر تو اینو به همین ساحه نمیفرستادی شاید سرنوشت این همین گونه نمیشد. همین گونه گپ ها بودن یا نبودن؟ همین خیستخانات تماما در خانواده ما نبودند که وقتی که تمام مقامات های حکومت دولتی نزدمان آمدند پدرش یک چیز گفت که با من یگان چی لازم نیست، فرزندم در وظیفه خدمتیش در حفظ همین وطن عزیزم جان باخت، من از یگان کس دامنگیر نیستم، او فرزند من است. من پورا می دانستم که روز می رسد همین حادثه رخ می دهد، لیکن من همچون مادر باید با همین حادثه یعنی مبارز باشم، تیار باشم که همین حادثه بر سر من می آید و من امروز با امید زیاد با افتخار میگویم بزرگ میر جان که فرزند من فرزند اصیل ملت است. من از او افتخار میکنم، من از او سرم بلند است که او سرحد تاجیکستان عزیزش را خاک و سنگریزه های این مکان لذت نشان را به یگان کس نداد. او تا آخر عمر نامش زنده است و من با او افتخارم میکنم. ببینید مادر عزیز که درباره زندگی شما در ماهنامه بانوان تاجیکستان نوشتند، درباره پسرتان ما در جمهوریت یک مقاله خردتر چاپ کرده بودیم و تا جایی که من آگاه هستم بینید که در همون روزی که همین حادثه رخ میدهد و در حفظ میهنش مثلا پسرتان جان میبازد، عجیب که شما هم در نزدش بودید. همین خیر من خواهش میکنم هرچند که
این البته برای شما دلخراش از خاطره ها البته بیدار میشوند، اما بیایید بگوییم که شما چگونه مثلا خودتون در بدخشان بودید، چگونه شد که شما از بدخشان رفتید مثلا خودی به ولایت سوخت و شهر خوجان رفتید؟ این یکی به شما یگان چیز عیان شد؟ آیا که چگونه شد شما در سری کار بودید و ناگهان در همون شب و روزی که وای به همین حادثه رخ داد در به سری وی آمد شما اونجا بودید؟ این چه خیلی شد؟ این تصادفی شد. کیم چه خیلی در دلم همین خیلی شد که شوهرم من به زنگ زدن که شما حتما. شوهرتون کجا بودند؟ در شهر دوشنبه بودم. شهر دوشنبه بیایید که روی هوایی اگر شود من حتما می بیایم. این خیرت خداوند روی هوایی را کشود. من روز شهر دوشنبه آمدم، لیکن کیم چه خیلی یک چیز ایست کردم، لیکن این خیلی امید نداشتم که من جگر بندم را از دست میتیم. نقشه به ولایت سوخت رفتنم نبود، لیکن من که خانه به در آمدم و پسرم زنگ زد، مادر جان شما الکی دوشنبه است؟ من گفتم ها پسر جان من دوشنبه هستم. شما مادر جان نزد من آمده میتوانید همین یک سخن گفت و من گفتم حتما میبیام، پگاه نزدت میبیایم. پگاه دیگر من بعد الکی سفر ولایت سوخت نمودم. سوخت برسیدم، پسرم آمد مرا دید و نمیدونم از خرسندی این خیلی خرسندی من در سیمای فرزندم در همین دقیقه دیدم چه خیلی خرسند بود و من او رو سخت به آغوش کشیدم و گفتم که من خیلی پزمان شدم از برای شما خیلی پزمان شدم. و گفت که مادر جان ولی من رو رها کن، من ولی کار به دیر میکنم. من گفتم نه، من ولی سختت میگیرم، محبت خود را به شما اظهار میکنم پسر عزیز. بعد از همون پسرچه‌شم در گرداگرد ما همونجا دور زده خرسندی میکرد و وای به پسرچه‌اش نگاه کرد و گفت انا تمام، مادرت آمدگی، انا از پس مادرت ولی شو. شاید او تمام چیز رو احساس میکرد، من نمیدونم، لیکن خیلی خرسند بود. و بعد همون یعنی که پسرش گفته سود است که مادرت آمد شما رو نشان داد، مرا نشان داد که مادرت آمد. پسرچه‌اش از دامانم گرفت و گفت که نه مادرت آمد، تمام همین گپ گفت. تاریخ 16 سال 2022 من الکی سوخت برسیدم، در خوجم بودم. و بعد گفت که مادر جان باید بگوییم من اگر کورم سبک باشد من آمده شما رو یک با شهر به دور میزنم و تماشا میکنید. بعد اونجا بگویی آمد خرسندانه. این دختر کلانیم گفت که شما برای ما 2 نفر هستیم و شما اینقدر تهام تور کردگی. گفت که خیلی میخوریم تا شب میشینیم. بود رفتیم ما تماشا کردیم، همون شهر ما نشان داد چه هست اونجا، چه نویگری است. بعد خانه برگشتیم. مادر عزیز برای تماشابینان ما هم بسیار شوق‌آور است که شب 16 سپتامبر سال 2022 تا یک شب نشستید، یعنی سنه دیگر شد الکی از یک گذشت 17 سپتامبر شد. این شب آخرین بود یا پگاه هم همراه بوده؟ نه پگاه همراه نبوده، این شب آخرین بود. 16 شب آخرین. گویا که دانستید برای اونم تا نصف شب خام نرفتید صحبت کردید. ما همین آخرین گپ و گزار با فرزندم بود و با دیدار و امون روز رسیدم و شکرگزاری میکنم که از بدخشان تا سوخت باستانی رسیدن مادر بدخشانی خیلی مشکل است، لیکن من توانستم. شاید اما بزرگی میهم پرستی من یا شاید اون وطنداری من مرا راه اندازی نمود که من توانستم با جایگاهی که در آنجا فرزند عزیزم خدمت میکند خود را رساندم. من سر وقت خود را رساندم آنجا. این امیدم نداشتم که من سوخت بستانی میروم، این خیلی امیدم هم نداشتم. بعدی ساعت 1 همه خواب کردید، بعد چی شد؟ دوامش نقل کنید خواهش میکنم. ساعت 1 الکی وای پسرچه‌اش همون کلینمون نبیرچه ما رو گرفتند و بردند. من و دخترچم و علم جان همونجا تو ساعت 1 شب صحبت کردیم همین مثلا، لیکن اوید همین
چی ناهارامی یگان سخن نمی کند. فقط میگد که من گفتم خیلی وضعیت ها چقدر وضعیت ها خوب است مادر جان. شما وضعیت سرحد پرسیده؟ من وضعیت سرحد پرسیده استودم، لیکن وضعیت سرحدم تا این درجه که دلم پر است. وضعیت سرحد چی؟ من مادر جان در پالویتم اینجا هستم، من در جای کوری هستم. گفت که یگان پرابلم نیست، یگان مشکلات نیست. پیشتر گفت بود لیکن اولی نیست. همون مشکلات های زیادی داشت است، اون رو هم با ما نگفتگی، لیکن این دیگر بگفت که یگان مشکلات نیست مادر جان، همش خوب هستند. یک شب ما بعد گفتم پسر جان رئیس پگوی سحری شما خیلی از ما شیرچای که میکنن در بدخشان. من گفتم برای پسرم سحری من شیرچای میمونم. من گفت که مادر جان برای من شیرچای مونید. من امون ورزش چه دارند آنها ورزش پگوی روزی من گفتم شما کی می بیایید؟ گفت که مادر جان من ساعت 8 می بیایم، چون که ورزش پگوی روز داریم، روز جمعه هست. من ورزش پگوی روز دارم، از بعد ورزش پگوی روزی من خونه ما می بیایم. همین مصلحت کردیم و خوب رفتیم. اوی مسئله وضعیت با پسرم زنگ میزنند. وای رفتگی، لیکن من آگاه نبودم. شما خوابید هنوز؟ همه خواب است؟ همه خواب هستیم. فقط همون کلینمون وای رخصت کردگی و یک بار برآمدگی باز برای کلیدای ماشینش باز برآمد است. از خونه برآمد، باز در آمد از خونه با گفت که کلیدایم فراموش کردم. بعد همون در ما رو میکشاید و میرود. یک بار نگاه میکند که این مادر من در کدام، من نمیدونم من در کدام. شما امین شما پای نکنید، شما گپ زدن گیرید. اما من خیلی اما خوب گرانی که میگویند، اما خوبی بود که من چشم خود را کشوده نتوانستم. ساری خیستم، گفتم که اولیم جان اولی نامده است، ساعت 8 شد، اولیم جان نامده است. و کلینم گفت که مادر جان وی رو ساعت 3:30 یعنی از جای کوریهشون تلفن کردم و رفتند. من بعد گفتم شما برای چی مرا بیدار نکردید؟ و گفت که خیلی وی اما روزه وی ساعت 1 میره، ساعت 2 میره، ساعت 5 میره و برای وی یک کار مقرری است. همونجا خواب مرا برد در بستر همون پسرم، مرا خواب برد. اینو هر دقیقه میبینند که مادر جان خیزید یک پیاله چای گیرید، شما تماما یگان چیه نخوردگی، لیکن من صدایشون نیست میکردم. از خواب خیستم، بعد گفتم که این اولیم جان کجا ده باشد. که من خیلی خواب دیدم و از در آمدن که انا میخیل اولیم جان در دستش زدگی. گفتم من بعد همکارون نه همسایه‌اش اونجا تماما همش کارمندان امنیت اونجا هستند. زنای اونو در آمدند و مردان زنها بودند. اما اونو در آمدند و گفتن که مادر جان اولیم جان در دستش زدگی. بعد من نمیدونم و اولیم جان در دست زدگی گفتند و من بعد گفتم خیلی در دست زدگی و یگون پرابلم نیست و سوز میشد، درست میشد. اینجا بعد بلنیچه های بهترین هستند در سوخت. گفتن که شما پوشاکتون پوشید و شما رو اولی بلنیچه با میبریم. ما پوشاکای پوشیدیم و تمام همون چیز چورایی که ما لازم بود گرفتیم و بعدتر گفتن که وی رو دوشنبه بردند. من گفتم که خیلی وی در سوخت این خیلی بیمارخانه های درجه اولی هستن، برای چی فرزندم رو به شهر دوشنبه بردند. گفتن خیلی اینجا جون نموند، برای همین مادر جان وی رو شهر دوشنبه بردند. ما تمام شبانه از سوخت حرکت کردیم به شهر دوشنبه. ساعت 4 سحری به شهر دوشنبه رسیدیم. که وقتی که شهر دوشنبه برسیدم الکی ناامیدی مرا پخش کرد. که وقتی که ما از همونجا الکی با کارمندان مقامات های حفظ حقوق قطعی ما بودن، حقیقتا من با مردم ولایت سوخت تشکر زیاد میگویم که گرچنده که شب سیاه هم بود
تمام مردم سخت با پا خیستند برای ما، برای گسیل کردن ما، هم ماشین آماده کردن، همه چیز. من تشکر زیاد میگویم با مردم این سرزمین باستانی. که وقتی که ما با ساعت 1 در آمدیم، من از شفیورم سوال کردم. شفیورم میخیل میگد که من مادر جان، من در چی نبود، من نوبتدار بودم، من همونجا نبودم، من در همینجا بودگی. من گفتم خیلی اولیم جان، تو اولیم جان دیدی؟ و نگفت که نه، من مادر جان ندیدم. یا وای ممکن دیدگی من به نگفت، لیکن اشکوی وای میریختند در همین خیل. راننده اشکوی راننده تو شهر دوشنبه میریختند. من وای به میخیل نگاه میکردم و اشکاش میریختند. ما با تو خیلی گفتم مایلش، من تو گفتم که اگر امون پاهایشم کار نکنند، تنها برای من زنده باشد اولیم جان، یگانه پسرم است، برای من زنده باشد، دیگر من او را دستگیری میکنم. که وقتی که اینجا به ورزدو برسیدیم، لیکن من نمیدانم که در پیش من فرزند من است. چخیل؟ یعنی که پیش شما دیگه در دیگر ماشین؟ در دیگر ماشین پیش من همون چیه؟ تن بیجانش است. من این رو تصورم نمی کردم. من فقط همین فکر می کردم که تلفن کردم که بلنیسه خوب ببرید. شما گمان دارید که الکی وای در دوشنبه در یگان بیمارستان خوب است، در حالی که وای پیش شما رفته؟ وای پیش من رفته ایستادگی. ورزو برسیدیم و بعد من شوهرم و زنگ زدم که حلیم جان رساندم می و گفت که حلیم جان رساندن و خوب است، فقط دستش آسیب دیدگی یگون چینه بدخشان میبریم و باز میبیاییم. من گفتم شما چخیل وای کار دارد، بدخشان برای چی وای رو میبریم؟ من میگه خیلی یک دو روز میماند و باز میبیاریم وای رو. لیکن گفت که شما بی ملال بیایید، او خوب است، همش من وای رو دیدم، همش تازه است، فقط دستش آسیب دیدگی دیگر یگان چی ندارد، آسیب دیگر ندارد. من با دل دل مرا پر کردن در همین ورزاب که رسیدم، با دل پر. و بعد من دخترم و کلینم که از عقیب من بودم، من اونا به نگاه کردم و گفتم که شما دیدید اولیم جان زنده است، دیگه من خداوند را حیفدار میکنم که انا این حادثه رخ داد. دلم به حضرت توی چی میداد؟ چی میکرد؟ که وقتی که الکی نزدیکی خانواده شدم، در همین جا روی راست و شوهرم من با گفت که اولیم جان تمام. یک چیز گفت که اولیم جان از دست دادیم، همین گفت. بعد بخشش شما بعد اون ماشینه که پسرتون میبرد و تا دوشنبه آوردن اقترش، به هم ماشین گذاشتید؟ پیشش رفتید؟ دیدید؟ بدخشان رفتیم. در دوشنبه هم همون ماشین رو هم ندیدم. من به نشانم ندادم. فقط همین فریب مرا کرد شوهرم که اولیم جان است، پس ما هستند در ماشین تعجیلی. انا فقط همین میگد این اولیم جان است پیش من بودگی. میگه تو نایه شانان آمدیم و بعد فرزندم دیدم. انا همینجا من این همشون دست مرا گرفت، از پیش من آمدم. من گفتم که مرا از ولایت سخت نموندید که. اونجا لکه این خود کارمندان مقامات حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان، کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری توستان 3 روز در خانواده ما ایستادگی‌اند تا آمدن ما. بعد من سر تعظیم فرود نمیارم به این شخصان که مرا دستگیری کردن. 3 روز مرا انتظار بودن اونجا که ما از سخت تا ولایت مختار کوهستان بدخشان رسیدنمون ما رو انتظاری کشیدن و تمام برگزاری چاره‌بینی ها رو به یک نظام درست عالی یعنی در آوردن. ما که رفتیم همش آمادگی بودم اونجا. لیکن من افتخار میکنم از فرزندم، از بزرگیش که من اگر
یک سوال دیگر تیم بعد دیگه کوشش میکنم که به این مسئله برنگردیم درباره دیگه مسئله ها صحبت کنیم. بخشش البته اما من باید پرسم که بعد این حادثه بعد از مثلا به خاک سپاریدن بخشش مثلا بعد این حادثه بعد چه حادثه شده است اصلا؟ یعنی حادثه همین تیر خوردن همین چگونه شده است مثلا؟ یعنی اینا ما میگفتید یعنی بعد گفتن که چگونه شده می کار این ساعت 4 خسته است رفته است بعد چی شده است مثلا؟ من با گفتن که خیلی ساعت 4 رفتگی در همون اسفره برفتگی همون ساعت 4 رفتگی خیلی روبر است لیکن روبر نمی رود لیکن او در برابر همون سربازان عادی خودش هم رفت. من از زمین افتخار میکنم. او مثل مادرش جگری بزرگ دارد. من او را داشت نمیگویم، او دارد. او برای مادرش امروزم زنده است. من هیچگاه عالم جان را شادروان نمیگویم و که وقتی که در یک جلسه مقامات حکومت دولتی شهر غروغ اوید نامگذاریشان و رو شهید چی گفتن؟ شادروان گفتم. من از محترم رئیس احترامانه خواهش کردم که پسر من را شادروان نگویید. او برای من زنده است، اما وقت زنده است. او برای ملتش، او برای تمام تاجیکستانیان زنده است. او برای مردم نشان داد که جوانمرد باید چگونه باشد و چگونه رفتار باید داشته باشد. او از جان شیرین و از یگانه پسرش نیز از او گذشت برای حفظ این بوم و مرز تاجیکستان عزیز، برای حمایه سنگپاره های طلایی تاجیکستان. او جان شیرینش را از دست داد. من با او افتخار میکنم. او زنده است برای من. من میگم که یگان کس حقوق ندارد که عالم نظر را نیست گوید. او هست، میماند و خواهد موند. البته من در تقویت گفتهای شما یک چیز افزودنی هستم که از هزارها آدمای زنده که در حجت زنده هستند بهتر نیست که مثلا جانت فدا کنی قهرمان بشوی این خیلی زنده مانی. و این بزرگی البته هم شما که همچون مادر هم بزرگی فرزندتون که تربیه شما رو از شیر پاک شما رو نوشیده است که بزرگ شده است. البته من ببخشید بار دیگر که بعد چی شده است؟ بعد ساعت 4 رفته است، صفی پیش رفته است همراه سربازا. بعد چی شده است بخشش؟ تا ساعت 5 وای با زنگ زدیم میخیل. به تنفس زنگ زدیم. وای تلفن دستی وای ما رو چی میکند؟ همون تلفن ما رو میکشد. ما زنگ میزنیم، تلفنش کشتگی نبود. زنگ میرفت. لیکن ما رو خاموش میکرد. ما رو خاموش و آخران من گفتم بعد یک اسمس نویسید، ممکن شاید وای جلسه دارد. من نمیدونم که او در بین محاربه است، لیکن من گفتم که او جلسه نباشد، او جلسه دارد. برای این ما رو خاموش میکند که عقلتان میرسد میونی. یک اسمس نویسید که شما علم جان کجا هستید. اسمس نوشتم و برنوشت که نصیب من آمده ایستادم. انا همین گپ گفت، نصیب من آمده ایستادم. بعد همین سخن دویم باره و از یک ماشین گفتم ما رو وای برآوردیم. بود ماشین دویم به در آمد. وای وظیفه خدمتی وای است. وای چیزی که اجرا کرد او نگو ناموس وطنداری وای بود. وای باید اجرا کند. وای باید عقب به عقب بر نگردد. او در حمایه همین مادران تاجیک، خواهران تاجیک و کودکان تاجیکی که امروز ما آزادانه اینجا زندگی و با صلح و صلاح هستیم، آنها را حفظ نمود. گرچندی که جان و قلب مهربانش را من از دست دادم، لیکن برای من همون سرحد بین تاجیکستان و دولت‌های دیگری که هستند یک چیز تاریخی است. ما که از اینجا رفتیم ملکه خود رئیس ولایت تمام مقامات‌های حفظ حقوق اونجا اگر من بزرگ میگویم تمام بدخشان ایستادگی بود.
بعد رئیس ولایت یک چیز گفت که مادر عزیز شما آبروی خیلی بلند داشته گید که تمام خرد و بزرگ امروز برای پیشواز فرزندت ایستادگی اند اینجا. علی شیر میرزا نبود رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان همین یک چیز گفت که من آبروی اعتبار اویله شما را امروز احساس کردم که شما در درجه بلند آبروی اعتبار دارید. از خرد و بزرگ برای فرزندم یعنی همونجا در چوربینی همون گسیل کنی او اشتراک کردن. لیکن یک چیز میگم که او خودش یک عربی بود، با دستان عربیان به خاک سپرده شد. این برای من افتخار است بزرگ میر. من به هر یک افسری که نگاه میکنم فرزند من چی میکنم. دولت تا این درجه برای من سبکی داد که منت یگان کس را بالای من نکرد. دولت و ملت هم با دست خودش جنازه فرزندم را به خاک سپاریدند و در بالای قبرش همون صدای تیرش کردند. 5-6 مرتبه کردگی من هیچ بس عثمان تیر زدگی همون چه شما به میفرستم و چی دارم من یک کسیت دارم ویدین. بعد در اونجا نو بسته روبر دولت حقیقتا میگوید که ما یک تاجیک و تاجیکستانیم. علم جان را از بدخشان نمیگفتند، علم جان را از سغد و ختلام میگفتند و از بدخشانی مانندم نبود. میگفتند که ما فرزند شما را نو شناختیم که او از بدخشان بودگی. همون محله فرودگاه را با دستور سپارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم محمدی رحمان یعنی خود مقامات حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان، کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری توستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان و مقامات حکومت دولتی شهر خورو این محله رو به نام فرزند بزرگم گذاشتن، خلق نظر علم نظر. بعد باز خود روبر دولت کسپورش دادن که اون شخصانی که در سرحد جان دادند و صورت آنها همش در چه محکم شود، در همون جایی که در زادگاهشون محکم کرده شود یا که مکتب به نامش گذاشتگی باشد یا چی. این صورت علم جان اولی در فرودگاه شهر خورو است. امروز من بعد دخترم در همون چوربینی فرنگی هم اشتراک میکند و من گفتم که علم جان نگاه میکنی و گفت که علم جان شما چی؟ علم جان شما مردم قبول میکند و مردم گسیل میکند. این برای من افتخار است امروز که از برای سفرهای رهبر دولت خود رهبر دولت نیز از همان جا میگذرد. این برای من افتخار نیست این برای من افتخار است، چون که فرزندم خیانتکار نبود. او جان سپار و جان فدای و صادق وطن بود. او نمیرنده است، من او را نمیرنده میگویم و همه وقت او زنده است برای من. و خواهش میکنیم که هرچی که در دلتون هست و گفتنی هایی که هم به پسرتون که زنده است چه خیلی که گفتید به اون دیگه گفتنی دارید یا به نسل امروزی که یک کمی از خدمت حربی میگریزند و سرکشی میکنند و مثلا چه خیلی که شما گفتید ارزش های ملی و دولتی رو از ارزش های شخصی و خانوادگیشون پایان تر میگذارند و اونها چی گفتنی ها دارید؟ یعنی امروز شما خودتون شاهد اول هستید که دنیا در تک و توز زیاد اغواگری ها است. برای همین برای که ما لازم است که ما از عقل سالممان استفاده کنیم، چون که خود رهبر دولت که تمام امین آزمونایی که امروز بررسی نموده است نه از آن لحاظ که کتاب خوان، از آن لحاظ که از روی امین اندیشه های معنوی آن ادیبان و اشعار آنها لذت بگیر و در عمل تطبیق کردن و موقع زندگی خیش را یافتنتون لازم است. و من برای جوانان چنین گفتنی هم که
مرد باید مرد باشد. مرد در کجایی که باشد وی حمایتگر خانواده است، حمایتگر عائله است، حمایتگر من جای استقامتی است، حمایتگر وطنش است، حمایتگر سرحد است. او مرد است. او زن به مرد که نگاه میکند، بزرگی را زن از بزرگی مرد بزرگتر می شود. مرد اگر بزرگ، مرد اگر در رفتار و پندار و کردار و معنویت ذهنی خود بلند باشد، در همین عائله یعنی خود زنم از تاثیرات تمام طلبات اویش، اما مرد تجربه زندگی رو گرفته می تواند. و خیلی که میگویند، لیکن یک چیز شما میگم که تربیت فرزند به مادر وابستگی دارد. خیلی که میگویند که کودکی در بطن مادر است، او الکی پر احساس میکند که او وجود و تلاش و نظام و معرفت مادر چگونه باشد، او تمام امون محبت و مدنیت و معرفت او در قلب امون کودک جا میگیرد. برای همین میگند که در همین لحظه های به دنیا آوردن کودک باید مادر اما طرفه سالم باشد. سالمی او را باید هر یکی ما، هم خانوادگی، هم پدر و مادر، هم دولت باید حمایت کرده تواند. امروز ظالم جان به تمام جوانان بدخشان نشان داد که مرد کیست و مردانه کی می ایستد. یعنی وطنداری او را من وطندار و صادق و استوار بودن او برای تمام جوانان تاجیکستان، او یک ایدئال برای جوانان است. معنای اساسی سیاسی امین خدمت حربی در امین است که این یک مکتب مردانگی، این را مکتب بیهوده مکتب مردانگی نگفتند. تنها مردی که او خدمت وطن مادر را بجا می‌آورد، او حقیقتا مرد وطن است. من آماده هستم که از یک پسرمان، من حتی آماده هستم که یک پسرش را هم به ساحه نظامی داخل میکنم. با همین ساحه رود بگذار در حمایت وطن. همین گپ گفتید، یک بار دیگه گویید. من امروز صادقانه گفته میتوانم که اگر برای وطن و ملتم لازم شود، من خودم همچون مادر در دفاع مرز و بوم این سرزمین بیشتاسا مردانوار می ایستم. مردانوار می ایستم. اینم من به زبان نمیگویم. اینم اگر به دولت و ملتم ایسای من لازم شود، من جان خود را دریغ نمی دارم. برای حفظ امین ملت و امین دولت و امین سرعد آهنین و تلاگین تاجیکستان و امید کامل دارم که عالم جان من خودش یگانه بود و یگانه فرزند دارد، نامش قیمت جان، قیمت نظر. نامش نیز به نهادش چه است که ما او را یعنی از جای قیمتترین به دست آوردیم و او نیز از پس همان قدم اوی پدرش می رود و یک امنیت بزرگ انامین تاجیکستان می شود و من با او نیز افتخار می کنم، چون که من در امان خصلت و اطوار عالم جان همش در خود پسرش من امروز احساس می کنم که ایس وطنداری و ایس مهربانی و ایس ننگ و ناموس و ایس عائله‌داری و ایس حرمت و پدر و مادر رو من در سیمای امین نبیرچم به درستی ایست کرده ایستادم. بینندگان ارجمند، هموطنان عزیز، من از این بیش چی بگویم که در همین برنامه شما بزرگی مادر تاجیک را دیدید. شما اراده آهنین یک زن تاجیک را دیدید. شما دیدید که شاهد شدید از صحبتشان. من دیگر میگن چیزی که عیان است آن را چه حاجت بیان.
هر چیز در صحبتشان همه روشن بود، همه مثل آب روشن بود که حتی این مادر عزیز آماده هستند که یک پسرم اگر در این جاده در راه وطنداری اگر قربان شد، من آماده هستم که فرزند او رو، یعنی یگانه فرزند او رو هم اگر بشود من حتما مرد نظامی میکنم. من فکر میکنم اینگونه اراده، اینگونه دل دریا، اینگونه جهانبینی و اندیشه و مهر و محبت بی پایان نسبت به آب و گل این سرزمین تنها در نهاد مادری تاجیک است. من واقعا هم برای من هم فکر میکنم برای شما هم جوانمردی جنس ندارد. میدونید که جوانمردی این خاصی هم زن است هم مرد است و در این برنامه شما دیدید که یک زن میتواند تا کجا جوانمرد باشد. یک مادری تاجیک از کوهستانی دور دسترین تاجیکستان از بدخشان یک پسرشان در راه وطنداری فدا کردند و آماده هستند که خودشان، آماده هستند که همسرشان، آماده هستند که یگانه نبیرشان از یگانه فرزندشان، یگانه پسرشان باقی مانده است، او هم بگذار در همین جاده باشد. انا این از بزرگی. و تا زمانی که همین گونه مادرها با همین گونه روحی بزرگ، با همین گونه دل بزرگ، با همین یک روانی باشکوه اگر زنده اند، اگر پابرجااند، در هر یک کوهستان تاجیک همین گونه یک دوست مادر باشد، این ملت بی صاحب نخواهد ماند، این کشور بی دفاع نخواهد ماند تا زمانی که همین گونه انسان ها، همین گونه مادر، همین گونه شخصیت، همین گونه یک خادم جمعیت دولتی اگر هست، اگر هر منطقه ما، هر موضع ما، هر ناحیه ما اگر همین گونه یک مادر اگر داشته باشد، این ملت عمرش دراز است، این دولت عمرش دراز است، استقلالش پابرجا است. ما با امید آن که روحی گذشته ها شاد باشد و زنده ها از گذشته ها عبرت بگیرند و در راهی اونهایی که رفتند راهشان ناتمام ماند و اون خاطر که راه اونها را ادامه دهند با شما خیرباد میگوییم. بگذار تاجیکستان ارجمند ما پاینده باشد و پرچمش مثل سری عالم نظر، مثل دل عالم نظر، مثل عکس عالم نظر، مثل خاکجایی، یعنی مثل مزار صاحب نظر در یک بلندی بدخشان است امروز، بگذار در بلندی بماند. بگذار بلندی، استاد میرزا تورنزاده میگن آشیان گر میگذاری در بلندی ها گذار. و همین آشیانه که امروز یک فرزانه تاجیک در بلندی های بدخشان مانده است، بگذار همین آشیان در دل ما، در خاطره های ما، در ذهن ما، در کتاب های ما، در شعرهای ما، در قصه و پاوست و مقاله های ما بگذار زنده بماند. و مادر عزیز برای اون که شما هم تشریف آوردید و درگاه ما نور و صفا آوردید، ما از آمدن شما خیلی شاد شدیم و دیدار شما رو ما 3 سال باز انتظار بودیم که امروز دیدار نصیب دیدار بود است که ببینید امروز در یک روز خوش، در روز خاطره، در روز پیروزی بر فاشیسم که وای هم یک قهرمانی را میخواست و 300,000 مردان تاجیک اونجا اشتراک کردند. از بدخشان هم خیلی آدم ها بودند و من با آرزوی آن که عمر شما دراز باشد و تندرستی شما گزند نرسد میخواستم که برنامه را به پایان رسانم و بار دیگر خوش آمدید. سپاس که وقت جدا کردید.